سلام. خبرهای رادیوی آزادی را از روز سه‌شنبه 13 اکتبر من خیرامو بخوزاده تقدیم میکنم. فعالان جمعیتی در تاجیکستان با پخش مراجعتنامه به نام پرزیدنت و امیر شهر دوشنبه دعوت کردند که ساختمان‌های ساخت شوروی، چایخانه راحت، تئاترهای به نام لاهوتی و مایکوفسکی، بناهای شهرداری دوشنبه، پارلمان و قصر پرزیدنت از مرکز شهر برداشته نشوند. در نامه الکترونیکی که در اینترنت نشر شده است، مؤلفان میگویند از تصمیمی در چهارچوب نقشه گنرالی شهر دوشنبه برداشته شدن این ساختمان‌ها نگران شدند و می‌خواهند که مقامات تصمیم خود را بازنگری کنند. در این نامه گفته می‌شود که این انشاءات دیگر یک بخش تاریخی شهر دوشنبه و تاجیکستان هستند و نباید نابود کرده شوند. در مراجعتنامه اینچنین گفته شده است که وجود بناهای زمانوی و نو نباید از حساب تخریب ساختمان انجام شود که نقشی مهمی فرهنگی و معماری دارند. در حالی که هنوز واکنش مقامات به این خبر معلوم نیست، مسئولین کمیته آرکیتکتور تاجیکستان میگویند که این ساختمان‌ها ارزش فرهنگی و تاریخی خود را از دست دادند و به جای آنها طبق نقشه گنرالی دوشنبه ابیکت‌های نوی زمانوی بنیاد خواهند شد. نقشه دعوت تیرماهی به ارتش بیش از 50% اجرا شده است. مقامات وزارت دفاع تاجیکستان میگویند در مدت 12 روز اول دعوت تیرماهی نقشه را در ناحیه‌های درواز و اشکاشم ولایت بدخشان، شهرهای سربند و ناصر خسرو ولایت ختلان و ظفرآباد و کوهستان مچاه ولایت سوخت پره اجرا کردند. خدمت در ارتش تاجیکستان که از مسائل غیر قابل توجه جوانان به حساب می رود حتمی است. برای پر شدن نقشه دعوتگاه‌ها مسئولین به ابلاغ و یا بازداشت مجبوری جوانها و جلب آنها به خدمت دست میزنند که مورد انتقاد شدید اهل جامعه و سازمان‌های جمعیتی شده است. در 12 روز اول به اطلاع مقامات تنها 2 شکایت از جلب مجبوری جوانان به خدمت دسترس شده است. سبب اصلی عدم توجه جوانها به ارتش پیش از همه وجود مشکل دیدفشین یا مهترسالاری در ارتش است. تنها در سال جاری مطبوعات درباره 5 حادثه هلاکت سربازان در ارتش خبر دادند. گروه جنگی طالبان گفته است که برای پخش مطالب انتقادی در حق این تشکل شبکه‌های تلویزیونی محلی را هدف قرار می‌دهد. در اظهارات طالبان گفته می شود که طرز پوشش رویدادهای مسلحانه در شهر قندوز مرکز ولایت شمالی افغانستان، خبرها درباره تجاوز زنها در یک خوابگاه محلی در تاریخ 28 سپتامبر است، نمونه‌ای به گفته آنها خبرهای دشمنانه و شیطانی تلویزیون ها می باشد. تهدید طالبان این است که هیچ نفر از کارمندان این تلویزیون ها را رحم نخواهند کرد. کارمندان وسایط اخباری عموم در افغانستان از قشر ضعف پذیر جامعه در برابر جنگیان طالبان محسوب می شوند. تنها سال گذشته 3 ژورنالیست در افغانستان به هنگام اجرای وظیفه‌های کسبی خود کشته شدند. در شهر خوجند نسبت مردی که دست به لاتوکوب پیوسته همسرش زده 14 سال پیش با یک تفنگ پنیوماتیکی به پایش تیر خالی کرده است، پرونده جنایی باز شد. مفصوما نظیر وی 31 ساله بعد طلاق شرعی تابستان امسال از بالای همسرش احرالله خان نظیرов شکایت برده او را در لاتوکوب‌های شدید تا حالت کوشش خودکشی رسانیدن و یره‌دار کردن او با تفنگ پنیوماتیکی متهم کرده است. با شکایت زن در یک حادثه ماه دکبر سال 2001 هنگامی که آبستن بوده است، شوهرش با پای او تیر کشیده است، ولی بعد این از ترس فاش شدن این عمل به اجازت مراجعت به دکتر را نداده است. من میخوام که همون تلفن گفته اکسپرتیزی اروی قیدی قانون همه عذابای منی که دادگیشه جواب دید. اروی قیدی قانون همون تلفنشی که من فایشه گفتاست، من میخوام که از طرف قیدی قانون همش تکذات کشه و من حلال و پاکیزه بودگیمه براغت دید. من همین میخوام تنها. همسر معصومه نظیرова این زن را در خیانت ایبدار میکند. در صورت ثابت شدن گناه‌های شوهر او را تا 3 سال زندان تهدید میکند. در تاجیکستان مسئله خشونت خانوادگی مشکلی سرتاسری است، ولی کم همسران آماده میشوند که دادخواهی کنند، چون مشکلی میان زن و شوهر را نه یک مسئله جمعیتی بلکه بیشتر داخلی عائلوی ارزیابی میکنند. در تاجیکستان هر نفری پنجم و در شهر دوشنبه هر نفری دوم میخواسته است که زبان انگلیسی را بداند. تحقیقات انجمن آموزگاران زبان انگلیسی در تاجیکستان معین کرده است که توجه به آموزش زبان شکسپیر برای بسیاری ها مهم است و نظر به 5 سال پیش این مسئله امروز باز هم داغ‌تر شده است. پرسیده شدگان گفتند که زبان انگلیسی برای آنها شانسی پیدا کردن جای کاری خوب می باشد.
مسئولین انجمن آموزگاران زبان انگلیسی میگویند از 10 داننده زبان انگلیسی 8 نفرشان در زندگی برای خود شرایط و موقع بهتری پیدا کردند. بعضی از آنها این شرایط را در خارج کشور برای خود مهیا کردند. شکل پره ویدیویی این مواد و هم خبر و گزارش‌های بیشتر را از سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم ضمیمه رادیوی آزادی برای تلفن همراه پیدا کنید.